فرستاد عظمای بی پشمریش 40 دزد رسوا سوی اتریش که تا نعش برجام احیا کنند و پولی برایش مهیا کنند. بله جونم برات بگه که داستان برجام و عظمای بدفرجامه. صیدل نابکار که از 6 جهت زیر فشار و منگنه یلان و شیراوژنان ایران زمین میدید که عنقریب زرتش غمسور میشه، یک قطار اراذل بدسیرت رو روانه ناکجا آباد وین کرد که چی بشه؟ بله سر و دست عظما رو مالش دهند، زمان را برایش همین کش دهند. 40 قلتشن غول بی شاخ و دم برفتند اتریش از راه قم. لامصب هنوز لندینگ هواپیما در وین آباد تموم نشده، داستان هیئت عظمانشان شروع شد. همان روز اول یکی جیم شد، پیام آور رفع تحریم شد از عشق فوتبال مست و ملنگ، روان شد به استادیوم آن مشنگ. یکی در همان سالن کنفرانس ز بس خورد افتاد در آمبولانس. یکی رفت بازار بهر خرید، یکی هم به یاد ولایت چرید. آقا هیئت نگو، لشکر لاشخوران و بزمجگان ولایت مدار بگو، یک از یک چیزتر. بله همه نشاندار پیرکفتار نسناس، منظر و مارخورد افعی شده های بیت ولایت. سر یکی رو میگرفتی دوم یکی از دست در میرفت. خلاصه شیر تو الاغی بود که برق سفاز عظما رو پروند و افسار رو کشید. خلاصه در این اوضاع خر تو خر ز عظما بیامد براشان خبر که ای اسکلا اوضاع خیلی پسه، خفم کرد تحریم دیگر بسه. آقای که شما باشین اینجا دیگه عظما سر در گریبان زار زد و نالید که اگر زهر ریزم به حلقوم خیش، نه پشمی بماند برایم نه ریش. اگر هم روم یورتمه سوی بم، نه شاخی برایم بماند نه دم. اما بشنو از درد اصلی عمود کمر شکسته خیمه ولایت که میگفت خیابان و شورش من و ناخوشی. کی داره اینو میگه؟ ایول به هوشت. بله خامنه پلشت باطن بدسگال میگه خیابان و شورش من و ناخوشی، بترسم ز مرگ و کنم خودکشی. نظامم شود با خودم جمع و جور، روانه کنندم همی سوی گور. به 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 به، شادکام دیدن این صحنه باشید که دیر است و دور نیست و تا آن روز ایام به کام و عزت زیاد.